میدونی محافظه کاری یا کانسرواتیسم یعنی چی؟ من بهت میگم اونم خیلی ساده. اگه چیزی خوب کار میکنه چرا عوضش کنی؟ یه جور احتیاط و نگه داشتن چیزاییه که امتحانشون رو پس دادن. تو سیاست محافظه کارا طرفدار نظم و قانونن، تغییرات آروم و حساب شده رو دوست دارن و با انقلابای یهویی و شلوغ بازی اصلاً میونه‌ای ندارن. توی اجتماع میگن سنت، خانواده و فرهنگ ریشه دار از همه چیز مهمتره. تو اقتصادم بیشتر دنبال حفظ وضع موجودن تا دستکاریای بزرگ. انواعش چیه؟ محافظه کاری سنتی برادر که عاشق ارزش‌های قدیم و نظمه. محافظه کاری اقتصادی که بازار آزاد و دولت کوچیک رو دوست داره. محافظه کاری اجتماعی که رو هویت فرهنگی و قوانین سفت و سخت پافشاری میکنه. و محافظه کاری ملیگرا که اولویتشون استقلال کشور و داشتن مرزهای قوی هستش. مخالفای محافظه کارا کیان؟ بهت میگم لیبرالا که آزادی فردی و تغییر رو مهم میدونن، سوسیالیستا که دنبال برابری و دخالت دولتن، آنارشیستا که کلا نظم و نظام رو از بیخ و بن قبول ندارن و رادیکالا یا همون تندروها که تغییرات سریع و بزرگ رو میخوان. اما این داستان تا نهایت اسم و ایزم ادامه خواهد داشت. ادامه خواهد